چی شد؟ این یکی هم رد شد؟ میدونستم حد زده بودم. حالا امشب ویدیوشو میذارم دیگه ببین. باشه خدافظ. فکر کن یه سرمایه گذار جلوته و تو فقط چند دقیقه وقت داری تا اینکه ایده‌تو جوری براش توضیح بدی که روی ایده‌ت سرمایه گذاری کنه. چی کار میکنی؟ بیا تا بهت بگم. اگه نمیدونی از کجا شروع کنی، فقط یه چیز ساده بهت بگم. پیچ دک. آره دقیقا همون چند تا اسلاید ساده که میتونه تفاوت بین شنیدن نه و بستن یه قرارداد خیلی خفن باشه. پیچ دک در واقع یک فایل پرزنتیشن مثل پاورپوینته که توی چند تا اسلاید بعد همه چیز راجع به استارتاپت به صورت کاملا شفاف توضیح بدی. از اینکه ایده‌ت چیه، مشکل بازار کجاست، محصولت چیه، چه مشکلی رو حل میکنه و اصلا چجوری حل میکنه، و مهمترین قسمتش اینکه اصلا تو چجوری میخوای پول در بیاری و چرا باید یه سرمایه گذار بیاد به تو اعتماد بکنه. وظیفه پیچ دک چیه؟ خیلی ساده بخوام بگم اینکه تو چند دقیقه ایده‌ت رو به سرمایه گذار معرفی کنی. قرار سرمایه گذار رو از این به این یکی برسونه. اما حواست باشه بعدا نیای بگی نگفتی یا اگه ارائهت خوب نباشه ممکنه اصلا به حرفات تا آخرش گوش نکنه. یه پیچ دک خوب این ستا رو باید حتما داشته باشه: معرفی، مشکل و راه حل، مدل کسب و کار. سرمایه گذارها دنبال یک نقشه کلی هن. یه نقشه ای که بتونه بگه استارتاپ چیه، چرا مهمه و چرا ارزش سرمایه گذاری داره. حالا اگه میخوای حرفه‌ای تر کار کنی این چند تا کار رو حتما باید توی پیچ دکت انجام بدی. بازار رو تحلیل بکنی، رقبات رو بررسی بکنی و مزیت رقابتی خودت رو پیدا بکنی، پیش بینی و برنامه‌ریزی مالی داشته باشی. بدون برنامه‌ریزی نمیشه. فقط اینو دقیق مشخص کنی پولا رو کجا میخوای خرج بکنی. هیچکی از خرج نامعلوم خوشش نمیاد. حالا دیگه فکر کن طرف سرمایه گذارم باشه. حالا 3 تا نکته طلایی بهت میگم که باهاشون میتونی ارائه‌ت رو یک لول ببری بالاتر. مختصر و شفاف باش. هیچ حوصله یه اسلاید شلوغ و طولانی رو نداره. از دیتاها و نمودار استفاده کن. یه آمار و عدد خوب ارزشش از 100 تا جمله بیشتره. طراحی جذاب و ساده داشته باش. اسلاید شلوغ سرمایه گذار فرار میکنه. یه پیچ دک خوب مثل یه کچلوار شیکه، ساده، جذاب و با کلاس. یه پیچ دک خفن شانس سرمایه گذاری تو چندین مرتبه بالا میبره. ما اینجاییم تا بهت کمک بکنیم یه پیچ دک جذاب و حرفه‌ای برای خودت آماده بکنی. مرسی که تا آخرین ویدیو همراه ما بودین. هر سوالی که در زمینه نوشتن و طراحی پیچ دک دارین میتونین از ما بپرسین.